مهمان این بخش از برنامه حبیب الله سربازی، دبیرکل حزب بلوچستان راجی توپاکی هستند که از کانادا به ما میپیوندن. آقای سربازی خیلی ممنون برای وقتی که گذاشتید. خواستم ابتدا بپرسم ازتون که به نظر شما چه عواملی مولوی عبدالحمید رو به چهره فرااستانی تبدیل کردش؟ همونطور که شنیدید در نظریات هم که مردم در واقع تا از روی پیام‌های صوتی و کتبی هم که برای ما فرستادن، بعضی انتقاد میکنن که مثلا دوباره از مولوی عبدالحمید یه بت دیگری درست نکنید، مثلا تجربه خمینی رو داریم. شما چطور در واقع پاسخ میدید به این انتقادها و به شرایطی که ایشون در داخل ایران تجربه میکنن؟ درود بر شما و بینندگان عزیز و محترمتون. ببینید، در پاسخ به سوال شما، مهمترین عاملی که مولانا عبدالحمید رو در واقع فرااستانی کرده، یک چهره جدید رو از ایشون ترسیم کرده، رویگردانی جسورانه ایشون از حکومته. توجه داشته باشید در شرایطی که اعتراضات 1401 گسترش پیدا کرده بود، چشم مردم هم به بازیگران بود، به سلبریتی ها بود، به اصناف مختلف بود، شخصیت های مستقل و غیر مستقل بود که انتظار داشتن اونا هم از مردم حمایت بکنن. مولوی عبدالحمید از جمله معدود مولوی ها در واقع از قشر روحانیون بود که در کنار مردم ایستاد. عملا شمشیر رو از رو بسته از حکومت انتقاد کرد و هنوز هم داره این کار رو انجام میده و در مواضعش تا کنون خلل ایجاد نشده. یعنی تا همین الان ایشون در هیچ جلسه حکومتی از زمان قتل و کشتار زاهدان تا الان شرکت نکرده. این یعنی یک بایکوت حکومتی هم انجام داده. خب مولانا عبدالحمید سابقا مردم رو تشویق میکرد که در انتخابات ها شرکت بکنن و شرکت در انتخابات ها در بلوچستان خیلی گسترده بود، بالاترین آمار مشارکت در انتخابات ها رو داشت. اما الان این تغییر کرده این رویه. عامل دیگری که در واقع من فکر میکنم اینجا نقش داشته اینه که ایشون یه طیف گسترده از مسائل از جمله سیاست خارجه رژیم که سیاست غلط هست، سیاست داخلی، سیاست هایی که در حوزه داخلی هستند رو مورد نقد قرار داده. در کنار اون به این اشاره کرده که حکومت مذهبی جوابگو نیست در ایران. بحث حجاب اجباری رو اومده مطرح کرده. موارد مشابه با این دست که بسیاری از اونها تابو هستند، حساسیت دارن، چه در سطح کلی ایران چه در سطح بلوچستان. اما ایشون جسورانه همه این موارد رو اومدن بیان کردن، نه از پایگاه مردمی خودشون در داخل احساس هراس داشتن و نه در سطح کلان و نه از حکومت. من فکر می‌کنم بدونم اتفاقاً توضیح به نظر من خیلی درست و دقیق دادید، ولی پرسشی که مطرح هست همینه که آیا کار درستی است که دوباره همه سرمایه‌ها در واقع تمرکز بر یک فرد خاص قرار بگیره، با توجه به اینکه این نگرانی وجود داره که ایشون رو میتونن هم تجربه آیت الله شریعت مداری، آیت الله منتظر جمهوری اسلامی در این حوزه برشک کار کرده. بعدم اون پیامی که حتما خاطرتون هست اومده بود که گفته بودن آقای خامنه‌ای خواسته بود ایشون بی‌آبرو بشه. چقدر خود این مایه نگرانی خواهد بود که وقتی که این حجم از انتظارات در یک فرد جمع میشه، با توجه به اینکه حتی بعضی از صحبت‌های خود مولوی عبدالحمید هم گوش می‌کنیم که مثلا میگه اعتراض موجه اختشاش نه، یا مثلا بحث قانون اساسی رو ایشون همچنان مطرح میکنه اگرچه از رفراندوم صحبت کرده. ببینید، به طور کلی تا کنون جایگاه ایشون خصوصا در بخش هدایت جامعه مذهبی مثبت بوده، چرا که گفتمانی که ایشون دارن یک گفتمان معتدل و میان رست. اما اگر به هر دلیلی ایشون در صحنه نباشه یا تغییری در مواضع ایشون شکل بگیره، من فکر میکنم یک خلایی در جامعه مذهبی مخصوصا در اهل سنت بلوچستان شکل میگیره که ممکنه باعث چند دستگی تو جامعه بلوچستان بشه و از درون اونها یک گروه‌های مثلا رادیکالی هم سر بر بیارن و این باعث تنش‌ها و اختلافاتی بشه. چون ما میدونیم که منطقه بلوچستان خب یک منطقه حساسی هم هست به خاطر همسایگی که در پیرامون خودش داره. به طور کل باوری که ما داریم بر اینه که رهبری تشکیلاتی به مراتب در نهایت بهتر جواب میده. چرا؟ چون رهبری تشکیلاتی از درون نوعی دموکراسی انتقادی داره و اجازه نمیده که رهبران تشکیلات‌ها و تشکل‌ها بتونن در مواضع مختلف
روشی رو اتخاذ بکنن که برخلاف سیاست‌های اون منطقه هست یا سیاست عموم مردم هست، مردم در اون نظری نداشته باشن. اما تا همین جا حتی همین حوزه رهبری فردی که مولانا عبدالحمید خصوصا در جامعه مذهبی بلوچستان داره ایفا میکنه یک نقش مثبت و معتدل و میانروانه بوده. من فکر نمی کنم که تا اینجاش نگرانی باشه، ولی در کلیتش میتونه یک رهبری تشکیلاتی اون پاسخگوی آینده یک سرزمین باشه. پررنگ شدن نقش ایشون در این ماه‌های اخیر به نظر شما باعث به حاشیه رفتن احزاب سیاسی بلوچ نشده؟ ببینید، احزاب سیاسی نمیتونن آزادانه در داخل فعالیت آزادانه داشته باشن. مثلا به عنوان نمونه شما نقش مساجد رو اگر در نظر بگیرید، مساجد جایی هستن که امکان جلوگیری اونها به راحتی خصوصا در منطقه مثل بلوچستان وجود نداره. اما احزاب سیاسی، فعالیت‌های مدنی، حتی فعالیت‌های امورات خیریه در بلوچستان اجازه فعالیت پیدا نمی‌کنن، چون نوع وابستگی حکومت دارن و حکومت میتونه از اونها ممانعت بکنه. لذا احزاب عمدتاً یک ترویجگری مخفی و کانال‌ها و شبکه‌سازی‌های زیرزمینی رو دارن و از اونجایی که عمدتاً هم گفتمان احزاب یک گفتمان هویت طلبانه هست و بر محور بلوچ استواره، بلوچ‌ها هم بیشتر خودشون رو در یک چارچوب هویتی دارن تعریف میکنن. من فکر میکنم که در یک دهه اخیر حرکتشون رو به رشد بوده، رو به جلو بوده و این هم شما در تظاهرات ها و اعتراضات زاهدان میتونید به شکل ملموسی رؤیت بکنید و مشاهده بکنید که ببینید مثلا ممکنه در منبر صحبت ها در مورد قانون اساسی هر از چندی مطرح بشه در یک چارچوب مشخصی، اما در خیابان در اعتراضات مردمی بحث مثلا حاکمیت ملی هم مطرح میشه، بحث زبان مادری هم مطرح میشه، بحث مثلا ملت ها و اقوام مطرح میشه. به این بحث ها رو در میانه جمعیت هم شما مشاهده میکنید. خب این نشون میده که یک حضوری در احزاب سیاسی هم اونجا دارن که در سازماندهی شعارها، پلاکاردها، حمایتها و این برنامه‌ها دارن ایجاد میکنن. من باورم بر این هست که این یک رویه رو به رشد هست از هر دو سو، کلا به شکل کلی، چون شرایط بلوچستان یک شرایط خاص هست. مردم بلوچستان دیگه چیزی بر از دست دادن ندارن، اونقدر تحت سرکوب و جنایت و قرار گرفتن و عملا در تحریم اقتصادی بودن، یک محرومیتی بر اونها شکل گرفته که احساس میکنن چیز چندانی برای از دست دادن ندارن و اگر در خیابون بمونن اعتراضاتشون ادامه بدن با توجه به دلگرمی که پیدا کردن به خاطر مقاومتی که مولانا عبدالحمید میکنه. چون مولانا عبدالحمید سابقا در انتخابات مشارکت داشت، مردم نسبتا دلگرم نبودن که در مقابل حکومت از اونها حمایت بکنه. الان این دلگرمی رو ایجاد شده. خب این دلگرمی که ایجاد شده استمرار تظاهرات ها رو هم میتونه بسیار کمک بکنه و نقش مثبت ایفا بکنه. آقای سربازی، وقت اندکی داریم، حدود 1 دقیقه. اتفاقاتی که الان دوباره جیش العدل انجام داد، ادعایی که کردن در حمله به کلانتری 16، این به نظر شما حملات مسلح به استمرار تظاهرات، اعتراضاتی که ما الان 40 هفته از شاهد بودیم لطمه خواهد زد؟ من چیزی که در بین مردم مشاهده کردم، یک نوع انتظاری وجود داشت که ممکن بود این عملیات اگر مثلا در نقطه دیگری انجام میشد، در جایی که تظاهرات‌های خیابانی هستند، شاید به مسئله دو مبارزه‌ای که همزمان و همسو در حال انجام هستند امکانا لطمه وارد نکنه. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که مولانا عبدالحمید هم نسبت به اون واکنش نشون داد همین بود که دقیقاً اون در محلی انجام شد که مولانا عبدالحمید سخنرانی میکنن و ایشون احساس کردن که ممکنه که در روند فعالیت‌هایی که دارن انجام میدن تاثیر منفی بگذاره. ولی به شکل کلی ما این رو فراموش نکنیم که ما اون چیزی که جمهوری اسلامی داره بیان میکنه به عنوان امنیت، که ما داریم امنیت ایجاد میکنیم، اینجا اینا دارن ایجاد ناامنی میکنن، این از اساس کذب و دروغ هست. آنچه که باعث ناامنی است اون کشتاری است که اینا انجام دادن علیه مردم و همه اون اقداماتی که متقابلا انجام میشه یک نوع اقدامات واکنشی هستند در مقابل کنشی که از طرف حکومت صورت گرفته. سپاسگزارم از شما حبیب الله سربازی، دبیرکل حزب بلوچستان راجع توپاکی از کانادا به ما پیوستن. تشکر میکنم از شما.